سلام دوستان عزیز، من حسن توسلی هستم و میخوام یه سری درسای کوتاهی رو با همدیگه شروع بکنیم امروز درباره فروتنی. هفته گذشته خانم بنده با پسرم رفته بودن یه کمپ بچه‌های پسرای کوچولو، کمپ های پیشاهنگی توی آمریکا، و خانم هم داشت تعریف میکرد وقتی برگشت خونه که چقدر همه پسرها به همدیگه پوز میدادن، به همدیگه فخر میفروختن که من اینو دارم، من این کارو بلدم بکنم، من همچین استعدادهایی رو دارم، همچین اسباب بازیایی رو دارم. و بعد خانم هم توجه کرد که پدرای این پسرها هم که توی کمپ بودن، بنده متاسفانه نتونسته بودم برم کمپ با پسرم، خانم هم توجه کرده بود که پدرایی هم که دور این آتیش واسطاده بودن توی این کمپ و با همدیگه گپ می‌زدن، چقدر توی لول خودشون هی به همدیگه ژست می‌اومدن، به همدیگه پوز میدادن. من فلان کشورها مسافرت میکنم، من فلان ماشین رو دارم، من فلان کارا رو میکنم. و هم توی سطح بچه‌های کوچولو و هم توی سطح افراد بزرگ این غرور رو، این فخر فروشی واسه خانمم خیلی واضح بود وقتی داشت اینو واسه من تعریف میکرد. بعد منم خیلی از خود راضی مثل فریسیان زمان مسیح به خودم گفتم که خدا رو شکر که من آدم مغروری نیستم تو این زمینه‌ها و فخر فروشی تو این زمینه‌ها نمی‌کنم. خدا رو شکر واسه فروتنی که خدا به من داده. و بعد چند لحظه بعد مچ خودم رو گرفتم که چقدر خودم مغرورم تو زندگی. حالا شاید من با خاطر ماشین و خونه و لباس به کسی پوز نمیدم، ولی توی با روش‌های دیگه در مراحل دیگه زندگی منم مبارزه دارم با ژست گرفتن، با پوز دادن، با مغرور بودن. پس غرور مبارزه‌ایه که همیشه ما باش درگیر هستیم و برای همینه که احساس میکنم خیلی خوبه که ما یه سری درس‌هایی داشته باشیم درباره فروتنی. میخوام از یه کتابی واسه این سری درس‌ها استفاده کنم. کتاب خیلی کوچیکی هست به نام Humility True Greatness. فروتنی، عظمت واقعی، بزرگی واقعی. عکسش هم عکس 2 تا دسته که توی یه کاسه آب تو دست کرده. به نظرم اشاره به زمانهای قدیم وقتی خادم خونه باید پای مهمونها رو میشست، وقتی از جاده های خاکی مهمونها توی خونه میمدن، و درست کاریه که عیسی مسیح کرد. شب آخرش خودش اومد پای شاگرداشو شست که بهشون معنی فروتنی رو یاد بده. پس فروتنی همیشه نیاز هست که ما درباره فروتنی تأمل کنیم، اهمیت فروتنی رو تو زندگی جدی بگیریم و آگاه باشیم که چقدر غرور مثل یک سرطان وجود ما رو گرفته. به نظر من ما توی جامعه ایرانی علیرغم نکات مثبت زیادی که توی جامعه و فرهنگمون داریم، به نظر من غرور یکی از مبارزه‌های بزرگ فرهنگی ماست، مبارزه‌های بزرگ حتی کلیساهای ماست. به نظر من توی روابط حتی بین خادمین کلیسا، بین کشیش‌های کلیساهای مختلف، بین در خانواده، بین همکارها، همسایه‌ها، مسئله مبارزه با غرور و حضور غرور و اینکه چطوری باید جدی گرفت فروتن شدن رو در حضور خداوند. اینا نکاتیه که میخوام تو این درس‌ها دربارش با هم دیگه وقت بگذرونیم و صحبت کنیم. نویسنده این کتاب اسمش از سی.جی. مهینی، کشیش یک کلیسایی بود توی آمریکا و ایشون کتاب می‌نویسه و در کنفرانس‌ها درس میده و خیلی جالبه که در اوج بزرگی کلیسای خودش، در اوج و سنش هم حدود 50 سالش بود، کلیسای بسیار موفق، خدمت بسیار موفق، آدم بسیار محبوب، بازنشسته کرد خودش رو و خدمت شبانیش رو داد به یک پسر جوون حدود 30 سال یا شاید حتی جوانتر. یعنی کسی که در اوج موفقیت و خدمت خودش بتونه از منبر، از کارش، از خدمتش بکشه کنار و اون به قول معروف سپاتلایتو بده به یه پسر جوون که بیاد توی میدون خدمت. پس به نظر من خود این نویسنده تو زندگیش هم نمونه خوبی بوده از نشون دادن فروتنی، از اینکه چطوری خدا میخواد ما خودمون رو کوچیک بکنیم که بعد خدا ما رو بزرگ بکنه. صحبتش رو توی فصل اول این نویسنده با مثالی شروع میکنه از یه نویسنده توی آمریکا، یه نویسنده غیر مسیحی که کتابی مینویسه درباره کمپانی‌های خیلی موفق. کسایی که درباره کمپانی‌هایی که از مرحله خوب به مرحله خیلی عالی رسیدن
و یه نویسنده تو آمریکا تحقیقاتی میکنه که رئیسای این کمپانی ها، به قول معروف CEO های این کمپانی ها چه اشخاصی هستند، چه تیپ آدمایی هستند که همچین کمپانی های بزرگ و موفق رو تأسیس کردن و رشد دادن در بیزنس، دنیای بیزنس امروز. و نکته جالبی که این نویسنده بهش برخورد میکنه، 2 خصوصیات توی این اشخاص کشف میکنه که همشون تو این خصوصیات با همدیگه شریکن. خصوصیات اول این رئیسای کمپانی‌های موفق این بودش که آدمایی هستند که با اراده خیلی قوی دارن یه کاری رو دنبال میکنن. شب و روز دارن دوندگی میکنن، مشغولن تا به هدفشون برسن و کمپانی رو موفق بکنن. این خب یه چیز قابل پیش بینیه که هر کسی که میخواد موفق باشه تو کارش باید پشت کار داشته باشه، باید اراده بکنه، باید تصمیم بگیره که بها بده از وقتش، از انرژیش، از استعداداش برای موفقیتش. ولی خصوصیات دومی که وجه مشترک این رهبرهای موفق دنیای بیزنس بود خیلی جالب هست، خیلی سورپرایز کرد این نویسنده رو، و این بودش که تمام این اشخاص خیلی موفق رئیسای کمپانی‌های خیلی بزرگ افراد فروتنی بودن. افرادی بودن که از نظر شخصیتی صفاتی که ازشون استفاده میکنن، یعنی کارمنداشون، افراد دیگه‌ای که این افراد رو میشناسن، اینطوری این رهبرا رو توصیف میکنن. آدمای ساکت، فروتن، خاکی، آروم، خیلی خودش رو دست کم بگیره، پرفیس، خیلی همچین به خودش نمیباله. و خیلی نکته جالبیه که حتی تحقیقات افراد توی دنیا هم نشون داده که آدمایی که موفقن آدمای مغرور نیستن. آدمایی که موفقن آدمایی هستن که خاکی هستن، آدمایی هستن که فروتن هستن. ولی مهمتر از این که حالا از نظر موفقیت دنیا این چه ارزشی داره که ما فروتن باشیم، به نظرم باید برگردیم به این حقیقت که کلام خدا چه ارزشی روی اشخاص فروتن میذاره. میخوام به چند تا آیه نگاه بکنیم. اشعیا فصل 66، اشعیای نبی فصل 66 آیه 1 و 2 رو من میخونم. خداوند میفرماید آسمان تخت سلطنت من است و زمین فرش زیر پای من. پس چه خانه‌ای میخواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟ آیه 2 دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن میشوم که فروتن و توبه‌کار است و از کلام من میترسد. خدا میگه دنبال کسی عزیزان که فروتنه، دنبال کسیه که قلب فروتن داره. یه ترجمه های دیگه انگلیسی، حالا ترجمه تفسیری فارسی میگه من نزد کسی ساکن میشوم. یه ترجمه دیگه فارسی میگه من خوشنود هستم از کسی که فروتنه. یه سری از ترجمه های انگلیسی که این نویسنده بهش اشاره میکنه میگه خدا نگاه میکنه به کسی که توجه میکنه به کسی که فروتنه. میخوای که چشم خدا روی تو باشه؟ میخوای لبخند خدا در زندگیت باشه؟ میخوای خدا در زندگیت ساکن بشه؟ کتاب مقدس میگه که باید فروتن باشی. وقتی که فروتن هستیم خدا داره از ما لذت میبره، خدا توجهش به ماست. آیه خیلی زیبای دیگه ای توی عهد عتیق هست، اینم آیه خیلی قشنگی هست. دوم تواریخ فصل 16 آیه 9. دوم تواریخ فصل 16 آیه 9. خداوند به تمام جهان چشم دوخته است تا کسانی را که از دل و جان به او وفادارند بیابد و به آنان قوت ببخشد. کسانی که نسبت به اون قلبشون به طرف اونه، خدا داره دنبال اون اشخاص میگرده. خدا داره دنبال اشخاصی میگرده که از خودشون پر نیستن ولی چشمشون به خداست که بهشون قوت بده، بهشون نیرو بده. ما توی یه دنیای زندگی میکنیم که به خصوص تو اصطلاح آمریکایی هست، میگه خدا اونایی رو کمک میکنه که به خودشون کمک میکنن. خدا اونایی رو کمک میکنه که به خودشون کمک میکنن. یه اصطلاحه و متاسفانه خیلی‌ها تو آمریکا فکر میکنن یه آیه کتاب مقدسه.
و این حرف کاملا بر ضد پیغام کتاب مقدسه. کتاب مقدس نمیگه خدا به کسایی کمک میکنه که خودشونو کمک میکنن. کتاب مقدس میگه خدا به کسایی کمک میکنه که نمیتونن به داد خودشون برسن، به کسایی که اعتراف میکنن ناتوانیشونو، بیماریشونو، مریضیشونو. ولی کتاب مقدس میگه خدا به چه کسایی کمک میکنه؟ به چه کسایی فیض میده؟ به کسایی که فروتن هستن. یعقوب فصل 4 آیه 6 رو نگاه میکنیم با هم. یعقوب فصل 4 آیه 6. اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواسته های گناه آلود را به ما عطا می‌فرماید. از این رو کتاب آسمانی می‌فرماید خدا به شخص فروتن قوت می‌بخشد، اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت می‌کند. خدا به شخص فروتن قوت میده. میخوای قوت خدا رو بگیری تو زندگیت؟ میخوای خدا تو زندگیت ساکن باشه؟ میخوای خدا به توجه بکنه؟ میخوای خدا ازت خوشنود باشه؟ میخوای خدا چشش به تو باشه؟ کتاب مقدس میگه خودت رو فروتن کن. خودت رو فروتن کن. فروتنی چی هست؟ فروتنی چه معنی داره؟ نویسنده اشاره نقل قولی به کالوین میکنه. کالوین الهیدان مشهور اصلاح طلب قرن 16. کالوین میگه هیچ انسانی هیچ وقت به معرفت واقعی خودش نمیرسه قبل از اینکه به خدا نگاه بکنه، با خدا روبرو بشه و بعد از اینکه به خدا روبرو بشه به خودش رو بهتر بشناسه. یکی از جمله‌های اول کتاب الهیات کالوین هستش که معرفت واقعی رو از خودمون موقعی پیدا میکنیم که از خدا رو شناختیم و خدا رو بهتر میشناسیم وقتی که خودمون رو میشناسیم. هرچی من ببینم گناهکاری خودم رو و قدوسیت خدا رو، هم بهتر خدا رو میشناسم، هم بهتر با وضع خودم آشنا میشم و هم بیشتر به فروتنی واقعی نزدیک میشم. و این تعریفیه که همین نویسنده میکنه از فروتنی. میگه فروتنی یعنی این که صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم، صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم در این حقیقتی که خدا قدوسه و خودمون چقدر گناهکاریم. این البته ترجمه خراب انگلیسی بنده بود، فارسی بنده بود از این جمله انگلیسی. ولی میگه که فروتنی یعنی ارزیابی صادقانه خودمون در برابر قدوسیت خدا و گناه آلودی خودمون. این یعنی فروتنی. فروتنی یعنی وقتی که میبینیم که من چقدر وضعم خرابه، من چقدر خودم عقبم، من چقدر خودم هیچی تو زندگیم نیست که بخوام به خودم ببالم و چقدر در مقابل خدا من باید مواظب باشم که خودم رو بلند نکنم به عنوان رقیب خدا. حالا هفته آینده وقت درباره غرور صحبت میکنیم این رو باز میکنم که غرور یعنی رقابت با خدا توی زندگی. پس چقدر مهمه ما فروتنی رو جدی بگیریم تو زندگی که خدا دنبال افراد فروتنه، خدا قدرت میده به افراد فروتن و باید دائم مواظب باشیم، چون این فروتنی دائم میخواد ریشه بدونه تو قلبامون، تو روابطمون، تو روابط کلیساییمون، روابط خانوادگی، روابط شوهر و همسر، بین کار، توی خانواده. این غرور که من بالاترم، من بهترم، بقیه از من پایینترن. ولی فروتنی که کتاب مقدس ما رو بهش دعوت میکنه توش زندگی بکنیم، فروتنیه که میدونه که چقدر خودم گناهکارم در حضور خدا. هدف زندگی نیست که من خودم رو ارزیابی کنم با دیگران. تنها ارزیابی واقعی اینه که من در حضور خدا کی هستم، اون کیه و من کی هستم و من باید بر طبق این معرفت چطوری توی این دنیا زندگی کنم. مرسی برای این وقتی که اجازه دید من در خدمتتون باشم. درسمون رو درباره فروتنی از بعد غرور در هفته آینده ادامه میدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.